دوستان سلام علیکم. اکو گاه معلوم میگن اکو بابا جان چند ویدیوت نه کچه داره نه معنی داره خاک چوک ما هم خیلی میکنیم. دو آدم دیگه در کار دوستان عزیز زنگ بزنید همین رقمو سروچنا پروازای برای اینمی اخیر ماهی رمضان عید ده همجا میگذرونیم بچهای خویش. دو آدم در کار گفتم که یک نه دوستان عزیز $1900 با خورد و خوراک جای خوب 15 روزه فهمیدی. بعد هسته $1650 $1650 به خورد و خوراک، یعنی که همو کامفورت همو سستنی خوب و غیر خوراک تا میبره. با هم خودی دوستان در همین رقم سروش نزنگ بزنی زمزم عمره از نوی ما صحبت کنی انشالله. در نفر دیگه با نگه که دیر کنیم بچه های خیش بیلیت جا پا فقط حرکت کنی که ویزا گیری خیلی مشکله. خدا نگهدار. التماس زنگ زنی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین و العاقبة للمتقین و الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء عربستان سعودی مکه مکرمه مرحمت حمیدو لا 500 كله مرة والله براحتك. هذه المشترك 13 من الحلقة. هذا بكم؟ وين؟ هذا 10. 10 السكين ما شاء الله 10 وهذه هنا 10 وهذا 10 هذا 5 كم؟ 5 بودني ما شاء الله كل حاجة بلا ريال سابز 10 ريال هندلك 10 ريال صغيرة مرحمت مارشته که جو طاعت عبادت برادران اینا مهمانخانه الهدایه و برادران زیارت آمدگی و این مسجد اکثر قدم اگرچه در هم مهمانخانه هم مسجد هستند یکی با مسجد هم محاوتی هستند برادرهایی که زیارت طریق شرکت زمزم مارکت آمدگی هستند یا می‌آیند مسجد آمده هم نماز تراویح کلام دست کردن میکنن نماز جمعه هم مسجد اونجا طاعت عبادت میکنن شامدن کاغذی میزون رفته هست ما رو بیدور نکرد اگر نکنم ما رو بیدور میکرده اگر سلام نکرده بگیم بیدور نکرده اکرم عربستان سعودی مکه مکرمه مرحمت حمیدو لا 500 كله مرة والله براحتك. هذه المشترك 13 من الحلقة. هذا بكم؟ وين؟ هذا 10 10 السكين ما شاء الله 10 وهذه هنا 10 وهذا 10 هذا 5 كم؟ 5 بودني ما شاء الله كل حاجة بلا ريال سابز 10 ريال هندلك 10 ريال صغيرة مرحمت مارشته که جو طاعت عبادت برادران مهمانخانه‌ای که شرکت زمزم مارکت برای حاجیان رمضان‌های
مسجد اطاعت بودن مسجد زایران شرکت زمزم مارکت یعنی عبادت میکنم. سلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه که همه وقت درباره مردم نیازمند دوستان بگیم رمضان هم اخیرش اومد دوستان مهربان حرکت کنه که چیکار کنی به نماز و به طاعت به قرآن خوانی و خیر احسان ها بگذرونید دوستان مهربان. ما قرار داریم در حجامه پرسپیگ میر برکت حجامه در جای قاری موسی. دوستان عزیز، حجامه ما از 10,000 عبارت است که دایی چی میدرویه بیجا نشان بتیم. دایی میدرویه فیتا بوچکا، بعد فیتا بوچکا دوش، بعد دوش مساج خوب، بعد این خون تا میگیریم انشاءالله. همه خدمت رسانی با پلوس دایجا چی داریم پاری اومده یادم زد دهمی حجره که حجامه ما برای آدم ها و مادرایی که مقصد خداوند شفا شد که بیماری ها هستن، احساوی ترس، وهم، سحر و جادو، یعنی جینش میگیم، جین زدش میگیم، گروبام شوه در اینجا دعا را میخونن. رقم های هرچه میمونم بالا اونگیش 93 دوستان وقت زنگ میزنیش ما من در راست میمونم 93 برای حجامه هست. این تنگیش در راست میمونم قاری دعا خون مینویسم برای دعا خونی و یا زنگ بزنی ایما را نبراد میکنی دعا میخونه همین سه که پیش تو هر یه ویدیویی که میمونیم با دقت گوش کنید دوستان، خواهش میکنم. خوب دوستان مهربان، حجامه ما همین خدمت رسانی 10,000 میشه. خوب دوستان مهربان، هر یک از شما خواهش میکنم به حاضر بیایی به سری بلند انشاءالله در خدمت شما هسته شرکت حجامه ما. دوستان در این چیکار کرده میشه پیلوس این همه کارها انشاءالله، یعنی که با نامکاتون در اینجا می نویسم همون آزمونه که بود رفته است و انشاءالله یا برادر ما رفتیم روی کریم گشت اومد انشاءالله در این با امیدرویا نامک تا در اینجا می نویسم انشاءالله. میگین این برادر احمد داره، محمد داره، رحمت الله سه که نام داره، نامش می نویسم، رقم تلفن تا هم با طریق خوراکشی شاید پروردگار نصیب میگردونه چی میکنه حج عمره میره انشاءالله، یعنی که اساسای کارخانه ما که در یگان چی نمیداره دوستان. بعد این اینجا دوستان مهربان تمام نمودی داروها اومدگی برای خنک زدگی امپیلوس به نرخ ارزون. امپیلوس چند است؟ بلند گپ زنی پیشنه که 1200 امپیلوس 1200 اگر خواهی بود گیره بیایی ارزون هم میتیم 1200، یعنی که دائمی رقم های 93 با واسطه پشته به همه شهرها روی میکنیم. امپیلوس این ای چی نه تریبوس چی؟ تریبولس هم 1200، یعنی که با ارزون هم میشوم دوستان مهربان 100 روبل 50 روبل 200 روبل با وابسته و چق قیده زنگ میزنی انشاءالله. پیروز این قرآنهای کلام الله داریم، قرآنهای سری داریم، تمام نمودی داروها بعد دوخی ها شامپون ها خیلی یک قیامتی اینجا وارد تپیدگی برای آدمایی که پشتی دست و سفید میشه روش و سفید میشن اگر گروهی هم شب بعضی کم کساله داری ملاوزی تاجیکی کساله پیس میگیم که برای هستم اینمی کرال کاجا دوستان مهربان برای بوی تگی پا برای بوی تگی پا اینا میشه که هم بورا میگیره هم کم کم همو گریبا که پاها را فایده داره دوستان. بعد برای اینا تگی کش برای بوی تگی کش دوستان مهربان برای تمام این نمودی دارو هست. شامپون ها برای موها ریزوندن نم نکن ناو شکی دست اسپید نکن ناو یا پرمد نباشه مو نمیره. خلاصه اینایی برای چی میگن نکلاش میگن پرخد میگن برای نکلا برای سخت کردن برای بعضی مادرها مقصد اینمی مستفادی دارن. بعضی مادرها دوستان مهربانی یعنی که مثلا مادرها پیش رو برشون بعضیش در میکنه شیر میگن چی میشه و خیلی سخت میشه و میتونه که برای مادران این خرید کنیم. برای خواهر هست برای جوهر هسته. بعد برای از سیگه خوب دوستان عزیز که بیسپلادیا برای آدمایی که بغیر اینو هستن بیسپلادیا به حد کچ است. خوب این مال تیار کرده میشه و داخل داغستان دوستان میتونی برای بیسپلادیا برای این کسالای جوهر بعضی آدما جوهر دارن اینا نگاه کنید این اشتر جوهر دارن برای جوهر هسته برای هم خرط خور. بعد هسته برای پامیل آدمایی که فراموش خاطرن
قیمت نیست 950 روبل. آدمایی که مقصد چی دارن فهمیت فراموش خاطر میشوند از همین میتونن استفاده برن. بعد برای هم برای فراموش نشونده و آدمایی که با نرو چیز میکنن عصبی میشوند شب خواب کردن نمیتونن برای نروی هم هستن دوستان عزیز. اینا برای نروی خوب برای نروی هم ده همین هست دوستان. بعد این برای سوستا برای زانودار یعنی که هر یک قدم نشون تو میتیم شخص مادران و پدران و بچه‌هاش که هستن وقتی نمازخوانی زورشون میاد برای سوستا برای همین بین پیوندهای استخوان‌ها هست برای سوستا. بعد شخصایی که چی دارن آلرژی اینا آلرژی که داره دوستان عزیز برای شخصانی آلرژی می‌داشتگی از تمام نمودی علف و سگ از مقصد بوی بیزه و همینطور بعضی مادران و پدران بعضی کودک‌ها آلرژی داره میتونی استفادهش برای تین نیستن یعنی هر یک کدوم یک مزاک شیرین مزه داره. بعد برای کسلای چی داریم گرده جگر یعنی که برای نمودی کسلای جگر هم هست برای گرده هم هستن یعنی این چیزایی هستن که مثل عسل تیار کردگی میخری دوستان مهربان. یعنی یک تویگه اگر که من اگر گاو زنم این تیار شوی نداره دارو خیلی بسیاره. بعد برای خواهرها و مادرها یعنی که برای چی میگم بچه دام شو که متکم میشه بررسی با هسته هم خیلی آسون خورد اصلا روز کردگیان. بعد این دوستان عزیز اینا چای برای موی سر میناکسیدیل اگه مگر من یا بیکارشم بعد رمضان یا بر بسنجم یا برای سر این اهمیت سر من هم خیلی 2011 خیلی کال استفاده دیگه تا بگم نمیریزه هم خیلی استفاده نه که بعد رمضان اگه تصمیم گرفتم که همه پاپرو وقت کنم دروغ باشه یا روز اینا یه دوره چانس من 1500 هر دوشون هر دوش 1500 میشه. اگر یک شب بگیره ای داشته باشه چی او 1000 سوم 1000 سوم 900 سوم 950 سوم این ایش 200 سوم 300 سوم مثلا هر نمود است. این ای میناکسیدیل هست. بعد کی هست برادرانی که و مادران خواهرایی که برای موه بدن ریزوندن برای موه بدن ریزونده چند سوم 500 یعنی من برای چی نرخ دادم میپرسن که خودم روز چی نو کار سر کردم من نرخ نوش ولی نمیدونم 500 سوم برای ما میریزیمش میشه پیش میشون میگن در بدنت یک 3-4 میلیون میشه چوک داره ولی چوکش دام جوان سلفیت کردم میگیری با سلفیت کردم با چوام که میشه کیش میره یعنی که بعد مولی خوب است. بعد هسته روغن شترمار سیاه دانه یعنی که با برای عصب کودک‌ها اومگا 3 برای ویتامین عصب کودک‌ها هست اینا اومگا 3 دوستان عزیز میتونی ایام خرید. این چند سوم اومگا 3 500 روبل اومگا 3 دوستان مهربان یعنی که برای عصب کودک‌ها هست. بعد کسایی برای 4 ویتامین اینا دیگه 100 کپسول داره 100 دونه کپسول داره 400 روبل دوستان مهربان. روغن سیاه دانه 4 ویتامین یعنی کپسولش خوکش دوستان. اگه چی بگم این رژینس برای چی بود برای ویس میشنه ماسا گرفتن برای این رژینسی برای آدمایی که خروان برای فربیش کردن چند سوم 1300 سوم رژینسی این یک میدونه بسیاری خرید. انا بعد هست روغن سیاه دانه روغن سیاه دانه هم داریم دوستان مهربان. اگه جو مالی تنگه و سوسک شد میکنه برای بارون اومده استودیان ان شاء الله این روغن سیاه دانه داریم. با یک سی خوب دیگه داریم همه شما بگیره یا من خودم پاپروات کردم تمام برادران که اینجا که جمعه کردم صرف نوردم پشت کلات پریخونه یعنی ویدیو منم دیخونه نه مونتاژ پانتاژ حکم نمیدم رقم میمونم بسم الله رفتیم نگاه کنید دوستان یا توخی دارم یه توخم هم وقت میدادم امی مازی سیاه دانه چورنی تیمین تیور کردگی برای بغم درد این دستو در میکنم پشت نگردن مردم میشه کمیا به حد مازی خوب است یعنی من کسی که میدونه دائم کار هسته ریال نمیدونم که این چیزی به حد بقوت است دوستان مهربان. این ماز چند سوم ماز 400 روبل بیا خوری جون 400 روبل ایش با چی بگم نشون تو گفتیم خیلی کرونا را گفتیم ایش خیلی نمیفروشیم با چی مونده دایده یا سیگار خیلی نی میسوا خود چندیمه 50 روبل 50 روبل نی چی میگه دام توزا کنه چی میگه دام توزا کنه میسوا انا بعد دوستان مهربان یک سیگار کرونا پدرکا اومدگن یا نمیدونی شمتی یا اکرویش کردگی ای ترکیه ریال نه یا هستن دوستان. این همیو رو ما اپتو میفروشیم شتوکاکی هم میفروشیم دوستان مهربان. نگاه کنید دوستان عزیز این همی قرآن این همی ای ترکیه اومدگی درش قرآن داره تسبیح داره یعنی که یو ارگینال این یک سنگ کعبه ندای مخینه بعد این اینجا با چی داره جای نماز درش داره با میتونی خیلی آوی زمزم بگیری پرش کنی مثال گپ این دوستان مهربان نگاه کنید
قرآناشو ببینی یعنی که خیلی همش ارگینالن قرآن یک کلمه الله همش قرآن است اما کاغذاشون یا کچ است باشه همین قرآنای ترکی دیگر است همه وقت خوب دوستان این پدرشونیو هستن اپتوی هم داده میشه و رازنیسه هم داده میشه کالیتسلا خیلی بسیار دوستان میرون و جای نمازای کرمانی هستن این جای نمازای برای جیوه توقی ها هستن دوخی ها هستن بعد از همه زورش هست که مازی فرنگ کسی که این کنه داشته باشه مازی فرنگ بگیره بیاره دوستان این مازی فرنگ برای برادرها هستن خاطی فهمه و چک میکنه خالی دیگه هم برای چیکارم بیا کردم شینید شما شینید ما ویدیو کردم خداوند حفظتون کنه خیال میکنم بعد عذاب جین برای سحر جادو و برادرایی که مقصد خواهرای عذاب جین یا همه چیزی که نشون میدیم چیه اصلا این چیه این کریم اکسپیگمنت برای داغ رو برای اینا برای داغ رو با اکسپیگمنت اینا با خیلی مزه بده کی برای داغ رو میگیره برای داغ رو اینا بده راست شما گفتم که بعد منتلین هست دوستان عزیز برای بغم درد امو چی میگن زانوها چند سمه 1000 این عذاب چند سمه 1 نیم انا باید سیگه داروی خراشوی خراشویه جمعی را بمونم امی داروی خراشوی یک قیمت را چند سمه ای؟ 1500 1500 سمه دوستان عزیز این به حد کجا نبرده کچ است خوب داره یعنی که این تماما دیگر ای خاکو در بانکچه میفروختیم شورکنجا و را پس نزنیم کمتر برای ضرر آوره چی بودن نومی فضاب خیلی پس نیه برادری که میفروشه خواهش میکنم پس رو نمیزنم کمو سرچشمه همه برای بپرسی برای که کمتر ضرر داره من برای مقصد نیست که ای بخرید ایش چی داره سمیوم وان یعنی که برای خرابشوی هسته و برای فربیشوی چی بود ایمو؟ او بود چی دیگه رد سرد انا خلاصه هم خیلی خداوند حفظتون کنه خیلی این شرکت ما نشونشتی که جمع برکت در خدمت شما خداوند حفظتون کنه اونا رقم در اکران همه خدمت رسانی 2000 روزای نزدیک انشاءالله یک سورپرایز خوب دارم برای برادرها اگر که امکان باشه انشاءالله بعد صحبت کنیم خداوند حفظتون کنه خودتون احتیاط کنید با چک میکنید